و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. پیامبر به صحابه گفت در آخر زمان قومی میان که ندیده منو قبول دارن، فقط اسمم شنیدن، فقط ناممو شنیدن، درباره من وصفمو شنیدن، ندیده منو قبول کردن. و ما ایرانی ها یه دستگیره دیگه هم داریم، سلمان فارسی رضی الله عنه. گفتن اونها چه قومی هستن؟ پیامبر گفت قوم این آقا، اشاره به سلمان کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سلمان فارسی داستان اسلامش رو بیان کرد، عمر بلند شد دست سلمان گرفت، گفت تو از خانواده ما بیا پیش ما. اون یکی بلند شد دست سلمان گرفت، دعوا شد رو سلمان. پیامبر دید که سر صدا بلند شد، گفت بحثتون رو چیه؟ گفتن دعوای ما رو سلمانه. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شد دست سلمان رو گرفت، گفت سلمان من آل البیت، سلمان از ماست، از خاندان منه، از آل بیت منه. و اون قومی که ندیده منو میپذیرن و به من ایمان میآورن از قوم این هستن. داستان سلمان فارسی واقعا تکان دهنده است و واقعا شنیدنی است. یک کتابی هست به اسم رجال حول الرسول، این کتاب ترجمه شده به فارسی، اینو بخونید. مردانی گرداگرد پیامبر، پیرامون پیامبر صلی الله علیه و سلم. این کتابو حتما بخونید، با خانواده بخونید. نزدیک به 50 نفر از شخصیت‌های به نامی است، از جمله سلمان، مصعب ابن عمیر، بلال ابن رباح. واقعا تکان دهنده است. اینا الگو هستن. ما باید در زندگی الگو داشته باشیم.